باشد که احتمال دارد درفش باشد. می‌دانیم درفش کاویانی با توجه به متون متأخرتر مربع مستطیل بوده و احتمال اینکه این درفش در کنار شاه مانند سکه‌های پرترکه باشد وجود دارد. درفش کاویانی در شاهنامه بارها از درفش کاویانی با عنوان درفش بنفش یاد شده است. برای نمونه در جای این چنین آمده است: درفش فروزنده کاویان بیفکنده باشند ایرانیان، گرامی بگیرد به دندان درفش، به دندان بدارد درفش بنفش. همچنین در جای دیگر میگوید کشیدند گوپال و تیغ بنفش به پیکار آن کاویان درفش. چنین گفت هومان که آن اختر است که نیروی ایران بدان اندر است. درفش بنفش ار به چنگ آوریم جهان پیش کاووس تنگ آوریم. فریدون پس از پیروزی بر ضحاک چرم کاوه را با رنگ‌ها و زیورآلات آراست و تبدیل به درفش ایرانیان شد. بیاراست آن را به دیبای روم، ز گوهر برو پیکر و زر و بوم. فروهش از او سرخ و زرد و بنفش، همی خواندش کاویان درفش. درفش کاویانی که از روزگاران بسیار کهن که تاریخ مه‌آلود آن را باید در اساطیر جست، پیوسته تا پایان دوره تاریخی ایرانی باستان درفش ملی ایران و همواره پشتوانه سپاه و ملت غیور و دادخواه ایران بوده است. این درفش پس از هر تاخت و تاز به این مرز و بوم نیز همچنان در دل مردم ایران برافراشته بوده و در ادبیات حماسی و ملی ایرانی عشق به دادخواهی وارانه موج می‌زند. هنوز با وجود سرمایه‌های ملی مانند شاهنامه و جشن مهرگان که سالروز پیروزی درفش کاویانی است، مردم ما می‌توانند شکوه این درفش را حس کنند. درفش کاویانی یعنی ایستادگی و دادخواهی در برابر بیدادگری، یعنی بیرون راندن دشمن بیگانه و غارتگر از میهن، یعنی زدودن نیروهای دروغ و اهریمنی از جامعه. اگر هنوز مردمی باشند که درفش دادخواهی کاویانی را در